های گایز، سلام دوستان گلم. من بسیار عذرخواهی میکنم به خاطر نبودن تصویر من و اینکه چرا تصویر نیست، به علت اینکه برق ما رفته است. ما در این جهانی که زندگی میکنیم بسیار چیزهای عجیبی را در زندگی خود تجربه میکنیم. آن هم یه چیزی مثل برق است، عادی است و صدای من برای شما مهم است. بینندگان من، فالوورهای عزیز من، آنهایی که کسوفس‌های من را گوش میدهید، واقعا از شما متشکرم و بر روی تعظیم برای شما میکنم. خب بریم سراغ برنامه امروز و در کانال شکارچیان امشب میپردازیم به یکی از موضوع اصلی برنامه ما، یعنی شکار شکارچیان. شکار شکارچیان یکی از مهمترین اصول کاری ماست. ما همیشه سعی کردیم در عنصر نقاط جهان بپردازیم به شکارچیان مختلف، به شکارچیان گونه و گونه های مخصصی. یک ابلهی الان به من پیام داده، من نمیدانم کیست، حال مهم نیست دوستان من موقعی که برای فالووران و کانال خودم وقت میذارم، حتی من الان بگم به شما من کجا هستم شما باور نمی کنید. من دیدم وقتم خیلی کوتاهه، چون از یک تماسی از یک دوستی داشتم که تازگی شکاری جدید مشاهده کرده. بعد از 2 ماه تعقیب و گریز حال دارم میرم به اون مکان و برای شما از آن مکان و شکار حتما بسیار صحبت‌های جدیدی خواهم داشت. خب من باور میکنید الان داخل ماشینم، الان یه سری بدون نشون میدم، نگاه کنید داخل ماشینم دارم میرم. حالا برسیم به موضوع اصلی ما. من رضا نظری هستم، یکی از شکارچیان ببخشید عذر میخوام، چون دارم رانندگی میکنم یه سری نقاط کلام میگیرم بعضی اوقات، شما به بزرگی خودتون ببخشید. و اینکه موضوع امشب برنامه ما یکی از موضوعهایی است که تازگی در پلتفرم‌های مختلفی ترند شده. بله درست زدید، موضوعی که در گوگل مپ چت شده و یک عکسی را آپلود کردن که شکارچی، که اسم آن را گذاشتن شکارچی زال، در کره مریخ نزدیکی کره زمین خود ما